سلام خدمتتون عزیز، خیلی خوش اومدید به یه پارت دیگه از بازی شبیه سازه تصادف. بچه ها این بار اومدیم با ماشین های خارجی. قراره که این جاده شیبدار رو بریم به سمت پایین تا برسیم به این دیواره و ببینیم که این ماشین خارجی به این دیوار برخورد کنن چقدر آسیب میبینن و چقدر میتونن از دیوار رد شن. ماشینای ایرانی قبلا رفته بودیم با سایپا و ایران خودرو، حالا میخوایم ماشین خارجی بریم و مقایسه کنیم ببینیم که آیا ماشین خارجی بهتر عمل کرده از خودشون نشون دادن یا ماشین های ایرانی. برو بریم با اول ماشین آلمانی ایتیکی ببینیم چه میکنن دوستان عزیز. خاله ماشین خوشگل بوشگل اصلا تو دلبرا. برو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم که چه میکند اولین ماشین. آخرین سرعت 50 تو دیگه سرعت نمیره، دیگه بیشتر 260 ببینید چه میکند. خیلی آسیب دید ولی خیلی خوب رد شد از دیوار. کل دیوارم ریخت، خیلی آسیب زیاد دید اما از دیوار تونست رد بشه. از ماشین آلمانی که جمع شد کامل. خیلی ضربه زیادی رو. بریم سراغ ماشینه بعدی. بریم بچه سراغ لنکروز. بریم لنکروز چه خواهد کرد در این چالش که میگفتن لنکروز خیلی شباهت داره به 206 و فرقی بین این دو نیست. با 206 ما پارت قبلی رفته بودیم، حالا میخوام با لنکروز بریم. لنکروز چقدر آسیب میبینه، بعد با چه سرعتی میخوره به این دیوار. سرعت بیش از 200 کیلومتر بر ساعت. اورکشنال سرعت خیلی خوب 256. رد میکنه. آسیب به شدت زیاد میبینه. اینجا کش میاد دوستان عزیز. یخ بود اینجاش کش اومد. کش اومده ماشین کش اومد. مشکل داره. خیلی آسیب دیده. این موتورشه، این دندش بود مثلا چی بوده. بله لنکروز میبینیم. خب ولی خیلی خوب بچه دیگه کل دیوار زد. فقط این دوتا فقط مون مثل این که حالا خوب بود ولی خیلی آسیب دید. بریم سراغ ماشین بعدی. رنج روور. ببینیم که چه میکند در این چالش. برو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم سرعتش آیا بیشتر لنکروز خواهد شد یا خیر. بچه چون سرپایینی از سرعت ماشین بسیار بالا هست، برای همین آسیب‌های به شدت میبینن و این دیوارام خیلی دیوار سفتی است. سرعتش یه خورده کمتر از لنکروز است. 225 تا سرعت داره. یا اول فاز. بله یه کمی کوچولو دیوار تونست رد کنه اما نتونست خیلی بره جلو چون سرعتش خیلی نبود. یه آسیب تقریبا زیادی هم میخوره. یک کمی شاید آسیبش کمتر از ماشینای دیگه بود چون کمی سرعتش کمتر بود. جلوش خیلی رفت، عقبش هنوز یه خورده چیز بزای سالمی داره. یک کمی داخلش رو ببینیم. یا بله اما از این ماشین بریم سراغ ماشین بعدی. بریم بچه ها سراغ جی کلاس. ببینیم جی کلاس چی خواهد کرد در این چالش. برو بریم. سرعتش به نظر میاد خیلی زیاد بشه. دوستان رد کرده. بیشتر رنج روور رفته. باریکلا 270 تا. فعلا بیشتری سرعت بین ماشینه که بردیم داشته. 282 280 تا سرعت میخوره به دیواره و پودر میشه. پودر شد پسر. چه میکند این کلاس پسر؟ اصلا اتاق جلوش رفت. کجا رفت این؟ چه صندلش فقط هنوز سالمه. بله خیلی هم خوبه.
صندلیش هنوز سوال است. بریم سراغ ماشین بعدی. بریم بچه ها با پورشه ببینیم پورشه چه خواهد کرد در این چالش. سرعتی باور نکردنی خواهیم دید از پورشه یا نه. بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. Let's go. سرعتو داشته باش. خیلی دقت کار بالاست. سرعت بیش از 290 کیلومتر 300 تا سرعت. پورشه این همون دیواره نریخته پایین. رد رفت. بله دوستان عزیز، از پورشه ما خیلی سرعتش بالا بود. 300 تا رفت. لاستیکاش جامون فقط. بریم سراغ ماشین بعدی. بریم سراغ جی تی آر. ببینیم جی تی آر چه خواهد کرد در این چالش. بسم الله الرحمن الرحیم. جی تی آر سرعتش خوبه. 253 تا 254 تا میره به سمت دیوار. 254 تا رفت. بازش خیلی خوب بود اما نتونست بچه زیاد از دیوار فاصله بگیره و رد بشه. جی تی آر نتونست خوب رد کنه دیوار رو با اینکه سرعتش خیلی خوب بود. بریم سراغ ماشین بعدی. بریم بچه ها سراغ مرسدس بنز ای کلاس. ببینیم که چه میکند مرسدس بنز ای کلاس در این چالش. یکی از ماشینایی بود که کنترلش خیلی خوب نمیشد کرد. سرعتای بالا ببینیم میشه کنترلش کرد یا نه. تا الان که شده آره بودیم. 300 و 500 تا از پورشه هم بیشتر رفت مگه داریم. 315 تا دوش ندارم بازی. خیلی خوب مطلوها. بیشترین سرعت همین مرسدس بنز داشته بچه ها. ندارم بازی بود. بریم سراغ ماشین بعدی. بریم بچه سراغ یک ماشین ژاپنی. یا ماشین اصل ژاپن اومده. ببینید تو این چالش میتونید چیکار کنید. ماشین آفرود ژاپنیست. ایروچی ببینید چه میکند. کنترلش خوب هست در سراشیبی یا خیر؟ بله کنترلش در سراشیبی خیلی خوبه. 207 تا بیشتر نمیتونه. از 207 دیگه حرکتی بیشتر نمیکنه. حالا ببینید به دیوار برخورد که میکنه چقدر آسیب میبینه و میتونه یا از دیوار رو جلوتر بره یا خیر. اول فا داشت حتی این جلوش هم چیز میز داشت. سیخونک داشت. من گفتش رد کنه بره. سر یا اول فانس شبیه به ماشین ایرانی بود. ایرانی ها نساختن این ماشینو. ولی سر شیبی خیلی خوب نبود. ولی فکر کنم برای سربالایی و دای شیبدار و این چیزا بالا بلندی بالا بالا اوتسک. حالا بچه ها ماشینه یه چیزی که داره خیلی محکم هست. کابینش بسیار ماشینه کابینش محکم هست. ضربه که برده کابینش یک کمی اومده جلو. هر ماشینی دیگه بود شاید جمع شده بود کلا. بریم سراغ ماشین بعدی. خب بریم سراغ آخرین ماشین. یه ماشین ایتالیایی هست. مثل اینکه برای ارتش باید باشه بچه. خیلی ماشین به نظر میرسه خیلی سفتی باشه. ببینیم چه میکند به عنوان آخرین ماشین در این چالش. یه ماشین سنگینی هم هست. این حالا چه سرعت خواهد گرفت. دنده 5 بده 6 بده
بده 6 داداش بده 6 نمیده 6 دوستان عزیز. الان موتور منفجر میشه، منفجر شد الان. یا خدا الان موتور منفجر میشه. او اول پس آرنجی شد موتور. اوه هنوز موتور 150 داره بی سر. حالا 150 تو چی صفر بود؟ صفر نبود که. خیلی دیواره بچه، خیلی دیوار محکمی هستا. جدی این ماشینه بیا عقب. لاستیکشو جور کنده داشت. بیا عقب الان درشو میکنه. چی شده؟ معرفت جلو شد. هنوز میبینید یه خورده از کابین هنوز مونده بچه. کابین عقب که مشکل راش ایجاد نشده. تقریبا سفتمون هست. اینم از این چالش. به نظر شما ماشینای خارجی بهتر عمل کرده باشه ماشینای ایرانی؟ داخل کامنت ها بگید. و اگر دوست دارید با کامیون ها بریم این چالشو، داخل کامنت ها بگید که سریعتر پارت بعدشو بسازیم و با کامیون ها و اتوبوس ها این چالشو بریم ببینیم اونا چی میکنن. دمتون گرم. تشکری فراوان که تا آخر پارتو نگاه کردید و همراهی کردید.